آقای ملوکزاده، ما یه استارتاپ داریم در حوزه لوازم خانگی، به تازگی کارمون رو شروع کردیم. نگران بحث‌های مالیاتیمون هستیم با توجه به سختگیری‌هایی که وجود داره. ممنون میشم به ما بگید که از کجا شروع کنیم که دچار مشکل نشیم. به نظر من نگران نباش. اولین قدمت اینه که ببینی کالا و خدمتی که قراره ارائه بدی تو حوزه لوازم خانگی چیه. چجوری می‌خوای بفروشی؟ عمده یا خرده؟ اگه عمده فروشی یه ضریب این تا کدی وجود داره براتون به عنوان ضریب مالیاتی. اگه خرده فروشی هم خب یه ضریب. بعد برای من مشخص کنی که چند تا پرسنل داری، چه کالا و خدمتی رو دقیق میخوای بفروشی که ببینی معاف از ارزش افزوده است یا مشمول ارزش افزوده، و به مرور زمان تمام تکالیف مالیاتی تو به موقع انجام بدی، از حسابهای رسمی استفاده کنی. اینکه بزنم تو حساب پسر خالم بزنه تو حساب بعد من وارد شرکتش کنم فلان کارو کنم، این کارای اشتباهیه که معمولا استارتاپ‌ها انجام میدن به دلیل آگاهی کمتری که دارن نسبت به موضوع. حالا اگه شما هم استارتاپ داری و نگران اینجور مسائل و مالیاتاتی، حتما کلمه استارتاپ رو برام کامنت کن تا مخصوص خودت یه چک لیست برات ارسال کنم.